سلام عشقا، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیو بچه‌ها. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. گیم پلی براتون آوردم 100 با اتچمنت. دیگه لایک و کامنت و سابسکرایب رو بزنید. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. بچه‌ها گان دهم QQ9 هستش. بچه‌ها QQ9 گان به شدت خوب، به شدت عالی. دیگه گیم پلی رو نگاه کنید. ببینید چی Missile on standby. Get down, sniper! Sniper eliminated. Changing mag! Cover me! بچه گان بعدی که یعنی گان شماره 9 گان QXR هستش. بچه گان QXR یه خیلی به شدت خوب میزنه. هم فاصله دور هم فاصله نزدیک. اتچمنتش هم گذاشتم. ویدیو رو نگاه. گان بعدی که میشه گان شماره 8 گان QXR هستش. بچه QXR یه گان به شدت عالی، یکی از بهترین اساس رایفل این سیزن است که خیلی باف شده. یه گیم پلی رو نگاه کنید. اتچمنتش هم گذاشتم تو ویدیو. بچه گان بعدی که میشه شماره 7 یکی از بهترین گانهای کل کالافه که هر سیزن هر یوتیوبری ویدیو میذاره اکثرا اتچمنتشو میده. منم بهترین اتچمنتشو براتون گذاشتم. گان دیارش هستش. دیگه نگاه کنید ببینید چجوری میزنه. اصلا پاره میکنه. بچه گان بعدی که میشه شماره 6 SMG هستش. شده بهترین SMG های نقطه زن که CX9 هستش. گان بعدی که میشه شماره 5 MG بچه. MG این سیزن خدا میزنه. MG این سیزن عالیه، عالی. یعنی فقط گیم پلی نمی‌کنی، بگیری رو یارو تمومه. بچه گان بعدی که یعنی شماره 4 یکی از بهترین گانای بازی بچه BP 50 عالیه این سیزن. فقط گیم پلی داشته باشید. Enemy contact! Changing mag! Targets in sight! دوباره مثل همیشه بهترین گان سیزن یعنی USS9. بچه‌ها USS9 دوباره مثل قبلا، مثل سیزن قبلی بازم همون بافه و دیگه میتونید با این اتچمنت، یعنی بهترین اتچمنتی که واسش گذاشتم، دیگه دست جمع کنید دیگه. چون 3 تا هم اسنایپ گفتم بذاریم، چون که من خودم اسنایپرم، از با اسنایپر بلای میدم. چون اینجا ببینید چه شاتی زدم. چون الویتیر تون رو اصلا پاره میکنه. اصلا خیلی خوبه. یه گانیه که هم موبیلیتی بالایی داره، هم دمیج کمتری میده دیگه نسبت به اسنایپر مثلا دیگه خیلی بهتره. Enemy down! Hardpoint identified. Tango down! بچه اسنایپر بعدی لوکاس هست. چون با لوکاس یا که نمیدم، ولی خیلی هستن که با لوکاس بودن. من میکنم بذار اتچمنتشو بذارم دیگه. خیلی وقتتون نمیگیرم بچه. گیم پلی با لوکاس کم گذاشتم چون
دیگه سریع اتشش رو بدیم و زیادم وقتی که نگیریم ویدیو طولانی. Enemy down. بچه اسنایپ بعدی یعنی DLQ بازم من عالیه. من خیلی دوستش دارم. اسنایپ خیلی قدیمیه، من خودم خیلی باش پلی میدم. اسنایپ خیلی خوبیه. تقریبا با الیتر تون رو یکی هن. ولی دمیجش خیلی کمتره تا الیتر تون رو. Enemy contact. Enemy down. Be advised, hostile hunter-killer drone inbound. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر دیدید. تا ویدیو بعدی فعلا.